سلام و درود به پایان دوستان عزیز. الحمدلله ما ساق سلامت آمدیم رسیدیم در آسیا. دیده که بردیم 28 نفر حج خانه خدا حج عمره مقصد زیارت های جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، زیارت های مسجد ها، جای قدیمه، جای تاریخی در مکه و مدینه هستند. 28 نفر بود که نه برادرها مقصد گاو زدن چی شرایط داشتیم چی خیل بدیم سه که دستخوان گفتیم که الحمدلله در قربی خانه خدا یعنی در قربی مکه ما گسنیسه میگیریم. حرکت کردیم تا حد امکان هم 28 نفر مادر و پدرانی که بودن با دل پر یعنی بخرسندی بریم بخرسندی بیاریم ان هر قدمش جابجا شدن، خود ای روسیه باشه خود ای تاجیکستان. دوستان مهربان، من در ویدیو از خونه خدا یعنی که از پیش خونه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردم که باز ما آدم میگیریم تا 35-40 نفر. برادرها سوال بسیار بود دادن در کامنتاری که ای تاجیکستان. دوستان مهربان، خود گراجدانی تاجیکستان گراجدانی روسیه فرق نداره. $2200 با کدام خاطر؟ با خاطر که گسنیسوهای ما در اتوبوس سوار نمیشه نمیره. در مدینه هم باشه در نزد خونه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در اگر مکه هم باشه در قربی همون حرم در قربی هم خانه خدا هسته. یعنی که گسنیسو همون هتل‌های ما گسنیسوهای خوابگاه‌های ما در همون جا. بعد دو وقت خوراک شویتسی استول یعنی در مکه شویتسی استول کسی که میفهمه یعنی که وقتی میدره در همون استال همه نمودی چیز هست ان شاء الله میخرید. دو وقت خود که آبیت بیگاه میخرین یا که سحر بیگاه میخرین به خاطر که آبیتی همه در نماز در این سوسنه. با اون خاطر دو وقت خوراک 15 روزه. با دقت گوش کنید دوستان مهربان، گراجدانی تاجیکستانی گراجدانی روسیایی دو وقت خوراک 15 روزه $2200 دوستان مهربان. با هم خاطر رقمای در روی اکران رقمای یعنی زمزم عمره اکه حسن جان قطعش صحبت میکنه ان شاء الله записаться میکنه پلاوین سوما میسپره ان شاء الله. وقتی که قربی با ویزاتون میبرن از طریق سوما میگیریم بعد پرواز میکنیم. $2200 کدمی با سوال نتیم با سومی ارسی 140 یا 145 هزار ارسی میشود. از مقصد تاجیکستان هم گودکار هم برده میشه هم مردکار هم زنها را. با اون خاطر دوستان مهربان میتونه با باوری زنگ بزنه. با همون خاطر من اکای همون حسن جان یعنی از حساب زمزم عمره بابا جان 88 روی کردن که آینده که رکلام کردیم با باوری کنیم. ما خودمون رفتیم گسنیسو را دیدیم حتی در او رکلام نکنیم که نه ما اومدیم در او بگیره بلیت. وقتی اومدن من رکلام کردم ویدیو من اهمیت پیش از این چند روز پیش است ان شاء الله ما حرکت میکنیم. روز شنبه ویدیو را کرده استیم یا بیگاه میپرتامش یا روز یک شنبه بیگاه. با اون خاطر دوستان مهربان بهده و بهده زنگ نزنه. $2200 ای تاجیکستان هم از روسیه هم گراجدانی تاجیکستان یا روسیه یا قرقیزستان یا ازبکستان فرق نداره. با اون خاطر دوستان مهربان هر یک کسی کلینتوی که میپرن پرواز میکنن ای ازبکستان پرواز میکنن یا چرز دبی میشوه یا چرز ترکیه. از اونجا از مثال میگن ای ازبکستان میپرن ترکیه یا که دبی بعد از اونجا جیده از جیده بعد میروند به مکه و مدینه ان شاء الله. 15 روزه خدا نگهدار. با باور میتونه زنگ بزنه برای خونه خدا را زیارت کنه. خواهش میکنیم از دیگه فراموش نکنه که شخصانی که شرایط داره کدام شرایط نداره دوستان مهربان قرض قواله کردن نروی. خواهش میکنم بعد قرض منن میروم یا باعث قرض میتین سومی حاجه مرگ زندگی دست پروردگار قرض منی میره که مقصد خداوند جون تا میگیره قرض ترکی میتین مسئولیت اگه میتین تو قرض میتین خیلی در عزوی با خاطر که پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که یک صحابه را باید گور میکرد قرضیدار بود وقتی گفت گورش میکنه گفتن تو قرض پرداخت نکنه باید چیکار گورش نمیکنیم. حضرت علی اومد گفت که ما با گردنش میگیریم گورش کنه. گورش کردن چند روز پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و حضرت علی دید گفت که مقصد چه قرض همه ندید. گفت چه ندید مقصد چی گپ شده؟ گفت تو حاضر در عذاب ای برات در قرض بتی رفت قرض داد بعد از عذاب او صحابه بود یا که یگان شخصی مقصد بگیم راهگذر بود همه از عذاب خالی شد. با اون خاطر قرض قواله نکنه حج نره کدمت شرایط داره کدمت خونگیاتون بدن همسایه‌هاتون سرن شکمش گودکات سرن گوشت و پوست داری بعد بخیز برا از دمی خونه خدا از زیارت چه خداوند حج هر یک قدمشون قبول کنه فرضی میره عمره میشه ان شاء الله. زمزم عمره با باوری کنم ان شاء الله در پراسپیک میرسته این زمزم عمره پیش همین مسجدی پراسپیک میر همین مترو که برمادی دستی چپ راست میای آفیس شو اکا حسن جان همینجا شدگی اکا شرایط در چی اکران که نشون دادن ندارم برای یکم بار برای باوری من کردم دیگه هر زمان اکا در اکران موندن مردک شهر نیست. خدا نگهدار. خیال میکنم ان شاء الله با اردم یک با فهم یک نقطه بس اشگار شعور است. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله.